امیر علی اکبری ورزشکار رزمی معروف در سال 1366 توی تبریز به دنیا اومد. اونا توی یه خانواده پرجمعیت در ابتدا مشغول کشاورزی و دامداری بودن که بعد از گذشت مدتی به تهران اومدن. او به خاطر علاقه زیاد به کشتی از سن 11 سالگی این ورزش رو شروع کرد و توی سال 86 هم قهرمان مسابقات انتخابی تیم ملی جوانان شد. بعد از گذشت 4 سال درخشش در ورزش کشتی، اون ناگهان متهم به مصرف داروهای نیروزا شد که این داستان مجددا 2 سال بعد هم اتفاق افتاد، جایی که توی نمونه خونش مقداری از ماده ممنوعه استروئید آنابولیکا پیدا کردن. همین جا بود که فیلا اونو برای همیشه از حضور در مسابقات کشتی محروم کرد، اما خودش عنوان کرد که همه این داستانه یه پاپوچی بیش نبوده و فدراسیون جهانی چشم نداشته ببینه که یه ایرانی در سنگین وزن کشتی جهان قهرمان میشه. او توی مسابقات تلویزیونی هم گفته بود که این داستان محرومیت خیلی روحیه‌اشو خراب کرده بود و حتی می‌خواسته واسه پول بیشتر واسه ارمنستان کشتی بگیره و ملیتشو تغییر بده که لحظه آخر منصرف شده. در همین کشمکش‌ها امیر تصمیم میگیره که وارد مسابقات هنرهای رزمی ترکیبی یا MMA بشه که در ابتدا با مخالفت شدید خانواده، علل خصوص مادرش روبرو میشه واسه اینکه این ورزش فوق‌العاده خشن و مرگباره. اما بعد از اینکه خانواده‌اش از قوانین این مسابقات مطلع میشن، به حضور امیر توی مسابقات راضی میشن. او توی MMA برای 2 سال متوالی یعنی 2015 و 2016 در تایلند و ژاپن قهرمان شد و تونست توی مدت زمان کوتاهی به موفقیت توی این رشته برسه. از جمله رکورداش میشه به ناکاوت کردن حریف در 17 ثانیه اشاره کرد. اگه واسه تو هم باعث افتخاره که ایرانی توی این مسابقات حضور فعال داره، یه قلب قرمز توی کامنت ها واسش بذار.